البته بعضی از دوستان این کارو میکنن. بعد از تنظیم کردن سیستمشون وقتی ردیاب رو بالا میارن یه زاویه 30 درجه میگیرن. خب درسته، تا اینجا هیچ مشکلی ندارن. این زاویه 30 درجه. ال رو هم میبندن، یعنی 90 درجه به جهت چرخش آنتن برمیگردن. تا اینجاش هم درسته و هیچ گونه مشکلی وجود نداره. خیلی خوب. حالا برای اینکه توی یه خط صاف مسیرشون رو ادامه بدن تا دیواره خارجی و دیواره داخلی رو بگیرن، خیلی ها به جای اینکه به پهلو حرکت کنن و ردیاب بزنن به این صورت یا به این صورت به پهلو حرکت کنن، به صورت ال دیگه باید به پهلو حرکت کنن. متاسفانه میان روبرو حرکت میکنن، یعنی به این صورت میان جلو. یه خط مستقیم رو به پهلو حرکت نمیکنن، رو به حرکت ردیاب آنتن شروع میکنن به حرکت تا جایی که میگن 90 درجه بشه. مثلا اونجا هدف من قرار داره. دوستان این کاملا اشتباهه و باعث میشه شما هدف و مسیر رو کلا گم کنید. من امیر اسماعیلی هستم.